صورت میگیرد. هنگام رشوت شیرین است. هنگام شنیدن موسیقی برای آرامش اعصاب خوب است. به نامحرم نظر کردن یک نظر خو حلال است. غیبت پیش روش هم میگم. بخیلی اگر الله میخواست برش میداد. دروغ مصلحتی است. رباخوری سود را همه میخورن. برنامه های مبتذل آدم یک چیزی یاد میگیره. تهمت تنها من نمیگم، همه میگوین. مجلس حرام یک شب 1000 شب نمی شود. بی‌حجابی دل باید پاک باشد. بی‌نمازی فلانی که نماز میخواند 1000 مسواک زدن. مسواک، این مسواکی که ما و شما میبینیم یک چوب هست. آیا دانستیم که از اسباب خوشبختی هست؟ از اسبابیه که برای ما آرامش میده، آسایش میده، خوشبختی به وجود میاره. مسواک. نبی مکرم اسلام میفرمایند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر بر امت من مشقت نمیشد، امت خود را دستور میدادم که هر لحظه قبل از نماز، بعد از نماز، قبل از وضو، بعد از وضو مسواک بزن. امروز عزیزان من در وجود این چوبی که 1400 سال قبل رسول الله گفتن که این مسواک هست، مسواک بزنید. امانت ها را باید رعایت کرد، امانت ها را باید در نظر گرفت. پس به گفته حافظ ابن تیمیه با 2 رکعت نماز و با طهارت همه امانت ها ادا نمی شود. امانت و صله رحمی در 2 طرف پل صراط استاد می شود. هر کی می خواهد از اینجا رد بشود اول باید جواب امانت را سر پل صراط بدهد. صفات مؤمنین وقتی در قرآن بیان میشه، الله رب العزت و الجلال در سوره المؤمنون آیه 8 میگه والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مؤمنان چه صفت دارند؟ صفت مؤمنان هم لاماناتهم و عهدهم. امروز دشمن ترکیز میکنه که بیا بالاخره این را از بین ببر. با از بین بردن این فرد تو کامیاب نمیشی. مصلحت نیست که این زمزم خاموش شود.